بغداد زود. صوفی میرفت در بغداد زود، در میان راه آواز شنود. آن یکی گفت انگبین دارم بسه، می فروشم سخت ارزان کو کسی. یک صوفی سحر کجای می رفته است، بین بازار قطیرهش میگذشته است، ناخواست در گوشش صدا اومد. یک عسل فروش با آواز بلند نعره زده است که ها بچه عسلی ارزان ده بیو. عسل ارزان کردم خاک خنک. شیخ صوفی گفت ای مرد صبور، میدهی چیزی به هیجه؟ ای بیچاره صوفی گشنه بوده است. وقتی که نام عسل شنید دهنش آب شد. پیشش اومد گفت میدهی چیزی به هیجه؟ گفت دور، تو مگر دیوانه ای ای بوالهوس؟ کس به هیجه کی دیه چیزی به کس؟ تو گفت سرت زدگی دیوانه ای چی؟ و من گفتم ارزان میفروشم، نگفتم بی پلو هم تا مفت میتم. خاطیفه گفتش که صوفی درای، یک دکان زین سوکی هستی برترای، تا به هیجه ما همه چیزت دیه. همه وقت یک صدای غیبی در گوشش اومد که یک خدا جانی تو صوفی را مست کنه. آخی تو نخوا نعمت از یک بازاری یک عسل فروش طلب کنی. ببرو از بازار داخلی مسجد شو، از من که خالقی تو و خالقی همه عسل فروش هستم، رازقی تو و رازقی عسل فروش هستم، از من طلب کن تا به هیج ما همه چیزت دهیم، وردگر خواهی بس نیزت دهیم. من ای تو چیزی طلب نمیکنم، تو دعا که صدقاً دعا کن، رساندن از من هست. دریاهای فضلش بیدریغ، در بری آن جرمها چون اشک میخ. رحمتی او بین که با پیغمبر، در عتاب آمد برای کافر. حق تعالی گفت قارون زار زار خواند ای موسی تو را 70 بار، تو ندادی هیچ بار او را جواب. ولی حضرت دملا قبل از نماز تراویح قصه قارون را گفت میکنم، اما از بس که وقت تنگای دیگه دستگیر کردن نتوانست. قارون وقتی که خیانت کرد، وقتی که به حضرت موسی تهمت زد و حضرت موسی پیش خدا شکایت کرد، حضرت خداوندی گفت یا موسی این زمین در اختیار دادم، هر فرمان دادی اجرا میکنم. موسی از فرط خشم و غضب گفت ای زمین با تمام مال ثروتش بکشش. زمین کشیده است قارون و قارون گردنکش کج یا موسی یا موسی، تا زمانی که زیر خاک شد دهنش محکم شد 70 مرتبه یا موسی یا موسی گفته است. اگه خدای بزرگ ببینه به حضرت موسی چی میگه؟ حق تعالی گفت قارون زار زار خواند ای موسی تو را 70 بار، تو ندادی هیچ بار او را جواب. گر بزاری یک رحم کردی خطاب، شاخ شرک از جان او برکندمی، خلعتی دین بر سرش افکندمی. اگر گفت این بدبخت جای ما 70 بار موسی گفتن، اقلا یک بار یا الله میگفت، من امیره هدایت میکردم، از شرک خلاصش میکردم. استغاث بک عبادی فلم ترحمهم. امام غزالی آورده است قصه را در احیاء العلوم، میگه خداوند به حضرت موسی گفت استغاث بک عبادی فلم ترحمهم، بنده های من از تو کمک خواستم تو رحم نکردی. و عزتی و جلالی لو دعونی لوجدونی قریبا مجیبا. قسم به عزت جلالم اگر مرا دعوت میکردن اجابت میکردم. تو ندادی هیچ بار او را جواب، خاکسارش سر فرو بردی به خاک. گر تو او را آفریده بودی در عذابش آرمیده بودی. اگر تو ایره خلق میکردی آیا در همه عذاب و عقوبتش صبر کرده میتونستی؟ آن که بر بی رحمتان رحمت کند، اهل رحمت را ولی نعمت کند. او پروردگاری که بر بی رحمتان رحمت بکنه. آخی الحمدلله ما و شما اهل روز رمضان هستیم، ما اهل قرآن هستیم، اهل قرآن اهل الله هستند. البته که دعای ما پیش پروردگار اجابت می شود.